همکارم احمد صمدی از برلین با ماست. احمد، دیدیم که اولاف شولتز هم از محل حادثه دیدار داشت. جزئیات این اتفاق، اطلاعات جدیدی اگر منتشر شده و آخرین خبرها رو از شما بشنویم. بله ریحانه، آخرین خبر اینه که الان تعداد کشته ها افزایش پیدا کرد، به 5 نفر رسید و نخست وزیر ایالت زاکسن آنهالت که شهر ماگدبورگ در اونجا قرار داره اعلام کرد که شمار مجروحان هم به بیش از 200 نفر رسیده و رسانه ها میگن که حال 40 نفر از اونها به شدت وخیم هستش و امکان اینکه تعداد تلفات و کشته ها بیشتر بشه هم وجود داره. اما اتفاقی که افتاد اینه که ساعت 7 شب دیشب یک خودرو با سرعت بسیار بالا به یک بازار کریسمس در شهر ماگدبورگ حمله میکنه و شمار زیادی از افراد که اونجا حضور داشتن رو زیر میگیره، یک مسیر 400 متری رو طی میکنه و خب در نهایت هم متوقف میشه. نیروهای پلیس رو بازداشتش میکنن. نام او طالب جواد عبدالمحسن اعلام شده که تبع عربستان سعودی هستش. در سال 2006 پناهنده شده به آلمان. او به عنوان یک اسلامگرا ثبت نشده، بلکه به عنوان شخصی که در واقع برعکس هست، ضد اسلام هست، در آلمان زندگی میکرده. افکارش به گروه‌های راست افراطی نزدیک هست، اسلام ستیز هستش، در صحبتاش هست و بارها این رو هم در ویدیوهایی که از خودش منتشر کرده بوده در شبکه‌های اجتماعی و هم در متونی که می‌نوشته اونها رو ابراز کرده بود. معتقده که دولت آلمان با وارد کردن جهادگرایان به دنبال این هستش که اروپا رو اسلامیزه بکنه و در واقع یک نوع گسترش اسلام رو از طریق آلمان او معرفی میکنه و به نظر میاد که اونطور که رسانه ها میگن او در واقع طرفدار تئوری توطئه هم هستش و از تئوری های توطئه بسیار پیروی میکرده. پزشک هست، روان پزشک هست و 50 ساله و از حدود چند هفته هم هستش که ظاهرا بر سر کارش هم حاضر نمیشه. و چه واکنش هایی بوده به این حمله که حالا در یک بازار کریسمس هم رخ داد؟ بسیار از رهبران کشورهای اروپایی و رهبران جهان تسلیت فرستادن و ابراز همدردی کردند، از نخست وزیر و وزیر خارجه بریتانیا تا رئیس جمهور و وزیر خارجه فرانسه. همه اینها پیام فرستادن، هم به آقای شولتز هم به وزیر امور خارجه آلمان و ابراز همدردی کردن. این حادثه را بسیار دهشتناک دونستن. از دیگر واکنش‌ها خب عربستان سعودی به شدت محکوم کرده این موضوع رو، ولی یک واکنش عجیب هم داشتیم از سوی آقای ایلان ماسک بود. به هر حال این شخص هم طرفدار ایلان ماسک بوده هم طرفدار حزب راست افراطی آلمان. آقای ایلان ماسک به شدت از اولاف شولتز صدراعظم آلمان انتقاد کرده و او را یک احمق توصیف کرده و خواستار این شده که صدراعظم آلمان بلافاصله استعفا بده. متشکرم. احمد صمدی، برلین، پایتخت آلمان.